شما به هر دوستان عزتمند بازم از فضای موسیقوی تلویزیونی سفینه برای شما درود میفرستیم، یعنی از برنامه خاطره ها، و بازم قرار است که از موسیقی های اصیل بگویم، از ترانه های ماندگار، از همون آهنگ هایی که واقعا هم با گذشت سالها نه تنها در خاطره ما باقی ماندن، در قلبمون باقی ماندن و هر لحظه ما گوش کردن همین ترانه ها رو دوست می‌داریم و ترانه هایی هستند که واقعا هم با گذشت سالها نسل نو، آوازخوان‌های نو همین ترانه ها رو بازخوانی میکنن و ما در صداهای نو نیز دوست می‌داریم که همین آهنگ ها رو بشنویم، زیرا واقعا هم یک ترانه های هستند که چند نسل رو برای ما معرفی کردن و ما رو همراهی نماید. یک برنامه خیلی زیبا قرار خواهد بود، یک برنامه خواهد بود که بازم صحیفه های جالب زندگی شما رو در هوای همین ترانه ها میخواهیم ورقگردان بکنیم و امروز برای بازخوانی کردن چند ترانه زیبا دعوت کردیم ارکین اودینایف رو، آوازخوان مؤسسه دعوتی گروه های ایجادی و کنسرتی. خوش آمدید به برنامه. و هر یک آوازخوانی که روی صحنه می آید به واسطه او علاقمندی به نهایت زیاد دارد به موسیقی، به آهنگ، به صنعت، نسبت به همون مثلا شخصانی که ما هستیم مقرری هستیم ترانه ها رو دوست می‌داریم و واقعا هم توجه میکنیم که اندیشه، فکر، تخیل آوازخوان ها نسبت به موسیقی دیگرگونه است. شما خود را در عالم موسیقی کی دریافتید؟ چگونه تصور میکردید خود را و زیر ترانه های کی به وای رسیدید بیشتر؟ من در خودی مهر صنعت در دلم جای بود. وقتی که ما خورد بودیم های وقتا پلاستینکا بود. از استاد به محمد نیازوف داشتم پلاستینکا، استاد به محمد نیازوف، از حلیم یاروف، از تاج‌الدین موحدینوف، از سبحان سعیدوف، از استاد جوربک مرادوف، هر یکی همون رو من پای هم مونده گوش میکردم. یعنی همون آوازخوان هایی که اوج موفقیتشون از سالهای 60 تا به سالهای 90 بود؟ بله چنین بود. چون نام تاج‌الدین موحدین رو یاد آوردید، در قطار تاج‌الدین موحدین همون دوره یک نسل نو روی صحنه آمد که گویا یک تحولات نو در ژانر استرادا به میان آوردن و همین گروه واقعا هم توانستند که شهرت موسیقی کسبی تاجیک را در ژانر استرادا تا به کشورهای خارج ببرند و یکی از همون چهره ها همون طوری که گفتیم تاج‌الدین موحدین بود. و اگر خواهش کنیم که یک ترانه استاد رو برای ما پیشنهاد کنید، کدام ترانه اش به دل شما نزدیکتر است و گمان میکنید که خواندن همون ترانه برای شما خوبتر است؟ استاد تاج‌الدین موحدین یک ترانه بسیار زیبا داشتند که گل با آب جوی وقتا که خماری میشود. یک ترانه خیلی معروف. بله، برگی هر یک غنچه چشم انتظاری میشود. نه از خوردی من گوش میکردم تا حاضر در توی مرکه هم میسرویم. باشه. بسیار پسند مردم است. بیا در ابتدا همین ترانه رو بخونیم. مرحبا. برگی هر یک غنچه چشمی انتظاری می شود، گل با آب جوی وقتا که خماری می شود، برگی هر یک غنچه چشمی انتظاری می شود. باید توی خواهم کرد گوید باغینا، باید توی خواهم کرد گوید باغینا، هر قراری عاشقان از بیقراری می شود، هر قراری عاشقان از بیقراری می شود.
هر کی کرد آباد یک صحرای ناآباد را، هر نهال از همتی او یادگاری می شود. دانه تا در خاک نفتد کی به بالا قد کشد، قدری آدم هم بلند از خاکساری می شود. دانه تا در خاک نیفتد کی به بالا قد کشد، قدری آدم هم بلند از خاکساری می شود. گل به آبی جوی وقتا که خماری می شود. برگی هر یک غنچه چشمی انتظاری می شود. برگی هر یک غنچه چشمی انتظاری می شود. دوستان عزیزمند، این برنامه خاطره هاست و عین حال برای شما صدا داد ترانه تاج‌الدین محی‌الدینов در اجرای ارکین اودینایف، عضوخوان مؤسسه دولتی، گروه های ایجادی و کنسرتی. تشکر زیاد ارکین، باور کنید راحت کردیم از شنیدن همین ترانه، از جذابیت همین ترانه، از تاثیر سخنش، از موسیقیش و همین گونه ترانه ها رو ما در ایجادیت تاج‌الدین محی‌الدین میبینیم. خود شما تاج‌الدین محی‌الدین رو از چند سالگی شناختید؟ از کی درک کردید قدرت صدای او رو، قدرت مهارتش رو؟ در دهه ما توی بود استاد همونجا برای معرکه گرزانی اومدن. اون وقت من صنف 3 میخوندم یا صنف 4 میخوندم. بعد رفته تماشا میکردیم توی معرکه قشلاق خیلی. بله، مردم زیاد جمع میشد. بله، مردم بسیار بودن. بعد هر باره که همین هنرمندان میرفتن راستش من فقط راست جمعون رفته فقط نگاه کرده میشدم، تماشا کرده. اگر که امکانیت میشد باز همین یک بالا کرده رفته سلام میکردمشون. رفتید به نزدشون سلام کردید؟ رفتم سلام علیکم استاد گفتم من مخلص شما، خنده کردن و با سلام رو خیلی سیله کردن و آفرین، جرأت کودکانه رو بینید که سلام باشه. و در نزدشون سرود خواندید؟ گفتید نه سرود نخوندم، فقط تماشا میکردید. گمان میکنم که در جای استاد خود رو تصور میکردید که من باشم بلندگویر در دستم. آرزو میکردیم، همین خیلی آرزو میکردیم که شاید که ما هم به مثل چنین استادا خیلی هنرمند شویم. در همون سالها هنرمندان در محفل‌ها خیلی زیادتر بودن نسبت به برنامه‌های کنسرتی، نسبت اونی که طریق تلویزیون بسیار میدیدن. در داخل مردم بیشتر بودن و ناحیه‌ها خیلی زیاد سفر میکردن. اما بسیاری نفران میگویند که نابسته به اونی که سفرهای هنری بسیار داشتن، کم برای شخصان، برای مخلصان میسر میشد که استادان را از نزدیک ببینند و بعضا اندیشه میکنید که خوش به حالم که با استاد با خودم. من خیلی خرسندم که از خورده با استاد بیمهان نیازف شدم، با استاد تاج‌الدین محی‌الدینov، با استاد سپانی سعید، استاد دوران علیماتوف آمدگی بودن. یک وقت یک توی همسایه‌مون بود، با استاد دوران علیماتوف هم صحبت شدم. و گفتید که با تاج‌الدین محی‌الدینov در یک معرکه بودید، خیلی خردسال بودید. همون ملاقات نخستین و آخرین بود یا بعداً وقتی که به همین ساحه که قدم نهادید؟ هم اولین و هم آخرین بود. درسته که من دیگر ندیدم استاد رو. همون لحظه ها رو به خاطر بسیار میارید؟ بله بله. و بازم گفتید که با بوی محمد نیازف خورده، در کجا بودین با استاد بوی محمد نیازف؟ هم با در همین توی معرکه ها در باز همون دیها یک معرکه آشناهار بود. من سحر همین از خواب خیلی راستم توی خانه آمدم، چون که سرودی همین ای جانی من اسیرت، ای عمری من فدایت فقط گوش میکردیم. بعد اومده از نزدیک از پیشون دیدم که بسیار هنرمندی بهترین بودن. و میدونستید موفقیتش رو در همون دوره که مثلا قدر یک هنرمندی خیلی معروف است، همه در حوث دیداری او هستند، همه میخوان که از نزدیک با او شناسن؟ بله، پدرم هم سالوی پدرم هم همون وقت ها راستیگه فقط ترانه‌های هم استاد بی‌محمد نیازف رو گوش میکردن و من هم به قطار همونها گوش کرده راستیگه با دل جو کردم سنت استاد رو.
میشود که یک ترانه‌اش رو اجرا کنیم؟ میخونی؟ مرحبا. عمرم به آخر آمد بلالی جان فزاید بلالی جان فزاید بلالی جان فزاید روی خیرامان من با دو چشم گیریان تو میروی خیرامان من با دو چشم گیریان با شفته و پریشان چلکا کل از قفایت چلکا کل از قفایت چلکا کل از قفایت با شفته و پریشان کاکل از کفایت کاکل از کفایت کاکل از کفایت وقتی آن که یک شب دستم رسد و زلفت نه وقتی آن که یک شب دستم رسد و زلفت نه پای آن که روزه بگریزم از جفایت بگریزم از جفایت بگریزم از جفایت نه پای آن که روزه بگریزم از جفایت بگریزم از جفایت بگریزم از جفایت ای جانی من اسیرت ای عمری من فدایت ای جانی من اسیرت ای عمری من فدایت عمرم به آخر آمد بلالی جان فزاید بلالی جان فزاید بلالی جان فزاید عمرم به آخر آمد بلالی جان فزاید بلالی جان فزاید بلالی جان فزاید
دوستان عزتمند یادداشت میکنیم که این برنامه خاطره هاست و امروز در مهمانی ما قرار دارند ارکین اودینایف آوازخوانی مؤسسه دعوتی گروه ایجادی و کنسرتی و تشکر زیاد برای اجرای همین ترانه و میخواهیم یک کمی اطراف همین ترانه حرف بزنیم، یعنی در همین ترانه مرور بکنیم، زیرا تغییرات رو در همین ترانه ما احساس کردیم. استاد یک کمی دیگرگونه همین ترانه رو سراییدن و ببینید که متن همین ترانه، یعنی همین شعر از جانب آوازخوان‌های زیاد سراییده شده است در شکل‌های گوناگون، در آهنگ‌های گوناگون، حتی آوازخوان‌هایی که خیلی معروفیت دارند به مثل بوی محمد نیازف. اما هر یک شنونده، هر یک مخلص بوی محمد نیازف میگوید که همین متن همین ترانه در صدای استاد یک خاراکتری الهیده دارد، خصوصیت الهیده دارد و یک تاریخ الهیده دارد. شما چگونه نظر دارید نسبت این ترانه؟ هر یک سراینده با لحن خودش میخورد، وقت از آن که از خود استاد میشنید و دیگر است، شیرین است، طرز خواندن، ناله های استاد بهترین بود. چون اصلا با واسطه اسباب‌های موسیقی صرف تاجیکی ترانه اجرا میکردن، از همین جهت شاید خاراکتری تاجیکانه بیشتر داشتن. فقط با تور، با دویره. از همینجا میگویند که استاد بوی محمد نیازف صرف هنرمند مردمی است. شاگردانشان رو بینید که چقدر حتی بعد از رفتن استاد تا کنون میگویند که ما شاگرد بوی محمد نیازف هستیم. در مکتب استاد بوی محمد نیازف استاد جورابک مرودوف شاگرد هستند، استاد افضل هم، استاد قابل جان اپی خاصیت، همشون هم رویه استاد بوی محمد نیازف قطعی ترانه. بله. و از نگاه شما یک هنرمند چگونه قوت داشته میتواند، چگونه مهارت داشته میتواند که مثل همین شخصیت ها، مثلا مثل بوی محمد نیازف، سالیان زیاد ترانه هایشان عمری نو گیرد، خاراکتری نو گیرد؟ باید که هر یک هنرمند سرودی بلند خواند، با مضمون بلند خواند که با مانند ترانه های استاد همیشه بلند باشه. استاد بوی محمد نیازف از کلاسیکان بسیار میخوندن. یگان سرودی پس خوندنی اما آدم من ندیدم راستیگه. هیچ کس هم دیدگی نیست. فقط با مضمونی بلند میخوندم. و موفقیت دیگری هنرمندان در همین بود که بسیار کتابخوان بودن، غزل دوستدار بودن، غزل بسیار میخوندن. شما که در کودکی گفتید که کیها را گوش میکردید و طبیعی است که از همان دوره کودکی تا کنون اندیشه شما، نظر شما، تفکر شما تغییر یافت، انکشاف یافت و در زمانی حاضر که زندگی تغییر یافته است، شکل‌های موسیقی به طرز نو می شود، اسباب‌های نو موسیقی بر اومدن و آن سینتزهایی که می شود، در زمانی حاضره کی را گوش میکنید و همون صحیفه هایی که بودن، همون صحیفه ها را زیاد ورق گردان میکنید، مثلا با اشتراک همون استادان؟ من راستی تمام هنرمندان را گوش میکنم. باز حرکت میکنم که از هر یک هنرمند یگان ناله خوش رو از خود کنم، یگان ناله های خوش رو دارم، یگان اوجاشون از خود کنم. همین از هر یک هنرمند یک ناله گرفته و بسیار مکتبتون بوی میشه. یک روز در یک معرکه بودیم، من سرودی استاد بوی محمد نیازف رو میخوندم. من چی گفتم که دلی نازک آزار گرفت، خاطرت از منی به چاره به یک بار گرفت. از عقبش بود ناله های استاد سپانسر شد. یک مردک از معرکه اومد بچه‌م گفت از بوی محمدم خوندی، از سبحانم خوندی، از همه هنرمندان سرودشون خوندی، نه که خوشرو خوندی. گفت من خوشحال شدم که من موفق شدم از ناله های استاد کم گرفته. بر استاد محمد نیازف مخلص خودشون دارن، استاد حلیم یارف مخلص خود، هر یک هنرمند مخلص خودش رو داره. اسم حلیم یارف رو یاد آوردید، بیاد از همین هنرمند حرف بزنیم، از علاقه‌مندیتون. استاد حلیم یارف در ایام عینی از دهه زیبا منظره زوسون به دنیا آمدن، از دهه استاد نقیب خان طغرا و در همانجا نیز زندگی کردن. بله. استاد حلیم یارف با دستگیری محترم جناب اولی مدال ارتیستی خلقی تاجیکستان رو سزاوار گشتم. با استاد حلیم یارف هم من فقط در توی واخوردگی در معرکه. از رفتش معلوم که به معرکه ها زیاد میرفتید. بله، توی معرکه ها تاجیکا خیلی به هنرمند نمیشه. بله. در هر توی معرکه های مردم با استادان بسیارتر روبرو میشدن.
و من همیشه از همینجا به یک چیز توجه میکنم که در همان سالهای 70 80 تا سالهای 85 90 همین هنرمندای معروفی که بودن اصلا در مضافات در منطقه ها زندگی میکردن، اما شهرت موفقیتشون رو ببینید که بیرون از مرز تاجیکستان میرفت. مثلا گیریم اگر ودینه هاشیم رو در ناحیه همدانی زندگی میکردن و هنرمندای دیگر مثلا بوی محمد نیاز بودن در منطقه سوخت بودن، اما ببینید که نوبسته به اونی که امکانیت های تکنیکی کمتر بود ولی مردم دربارهشون خیلی زیاد معلومات داشت. از نگاه شما سبب در چی بود؟ سبب آن بود که مهارت نوتکرار داشتن که مردم خودشون جستجو میکردن و یا سبب دیگر دارد؟ چون که استادا فقط ایجاد میکردن از آهنگای خودشون، از ایجادات خودشون بسیارتر به مردم پیشنهاد میکردن. اون وقت همین تلویزیون در جوهه ما اینقدر خوش نشان نمیداد. بله. فقط رادیو بود. با واسطه موج رادیو فراگیریش وسیع نبود. وسیع نبود. فقط با واسطه رادیو ما اودینه هاشموفا گوش میکردیم، اپی سوریویا گوش میکردیم. مثلا تمام هنرمندان فقط با واسطه رادیو فقط گوش میکردیم. این برو میزه در دهات برو آنتن توپتی موج نیست. بله. بعد همسایه گفت که همین طرفی داردن آنتن توپتی، گفت کانال تاجیکستان شبکه یکم خوش رو میگیره. ببینید که برای یک ترانه، برای دیدار یک هنرمند مردم چگونه قربانی ها میکردن. همه که تشنه سرود، تشنه فرهنگ، موسیقی، صنعت بودن و خوش به حالمون که همیگونه هنرمندان رو داریم، همیگونه صنعت رو داریم و خیلی زیاد میخواهیم که بعد از ما نسل آینده همیگونه خاطره از ما داشته باشن، از نتیجه کاری ما داشته باشن. وقتی که برنامه بوستون یک، بوستون دو، بوستون سه، بعد همین بوستون یک بعد استاد حلیم یورف برمان میکردن. همین سرده ای بیدی بلند چو بیدی لرزان نشوی. گزیتا میبرمان میرفت که پروگرامی میدیدی که فلان ساعت به مثال برنامه بوستون میشد. با هیجان تماشا میکردیم که همیشه استاد حلیم یورف تماشا میکنه میبینی. موج نیست. آنتنه ها در طوری بوم ها وای خیلی بود. گذاشته شده بودن. بله. خود نکن موج استقلال هست. بله. شکرانه مثل پیشروی دولت هست. ما یگان آنتن توم نمیتونیم یا یگان با بله. یگان طرف. امکانیات فراخترن در زمانی هست. الان چیز خاطره ها حالا در خاطره های ما هست. بله. چون از حلیم یورف یاد آوردید بیاد همون ترانه خیلی وصف کردیم ای بیدی بلند، همین ترانه رو اجرا کنیم. این ترانه که بسیارتر استاد رو معرفی کرده است به خلق، همین ترانه ای بیدی بلند است. در سایه بید یک سل دل بر
باشد ای بیدی بلند بیدی میانش ضربه بیچاره کسی عاشقی دلبر باشد ای بیدی بلند بیدی میانش ضربه بیچاره کسی عاشقی دلبر باشد ای بیدی بلند سایه لبی جر باشد در سایه ای بید یک سیل دلبر باشد ای بیدی بلند بیدی میانش ضربه در تحکی بید دخترکی کرت سفید ای کرت سفید کرت حکت برگکی بید صد کس به تو عاشق است و من هم به امید ای کرت سفید کرت حکت برگکی بید صد کس به تو عاشق است و من هم به امید چنین ترانه استاد بود. خیلی زیبا بود و واقعا هم در هوای همین ترانه یادی لحظه های خوب زندگیمون کردیم. بله. شما چی هنگامی که همین ترانه رو خوانده چی پیش نظر اومد از همون لحظه های زندگیتون؟ اگر گیریم که از همون محیط دهه شاید یا محیط دانشجویی بود. چی طبیعت زیبایی مثل دیگه در پیش تو میزد چی همون کودکی ها همش پیش نظر میبیدن. واقعا هم گویا که همین ترانه ها میپیوندد ما رو به همون زندگی همون به همون روزهای گذشته همون. در یک توی بود در دهه ما همه فقط هنرمندای همین ناحیه بودن. چون که پدری معروف جان خود استاد نظیربای بیردیف صنعتکار که بودن استاد حلیم یعرف اومدن. من در همون توی با استاد حلیم یعرف همین سرده دویت خوندگی هستیم. ثبت زنده بود. ثبت زنده همین خاطره ها میموند فقط. همین سه سرده که ما خوندیم راستی گفت تو حاضر در بین مردم همین ترانه ها هست. بله. در یاد یگان کس فراموش شدگی نیست. چون از دوره های کودکی گفتید، از جوانی گفتید، از همون امکانیت های تکنیکی گفتید و گفتید که با واسطه رادیو نسبت یک نفر از هنرمندان خیلی علاقه‌مندی داشتید و ترانه هایشون رو طریق رادیو گوش میکردید و دوست می داشتید ترانه هایشون رو. این هم باشد هنرمندی خیلی محبوب، یک هنرمندی شناخته که من گمان میکنم که همه در هر گوشه تاجیکستان ترانه هایشون رو دوست می‌دارن. ظفر ناظم است. بله. در همه ترانه های او چی رو در خاطر دارید؟ عموما قدر و منزلت استاد، قدر و منزلت ترانه های او در نزد شما چقدر است؟ بسیار ترانه که من دوست می‌داشتم سرودی مادرشون بود. باز آمدم به کوی توی قبله امید. بله. یک ترانه خیلی زیبا. یک ترانه زیبایی بود که به همه پسند بود. بله. و اکثرا ترانه های داشتن که ترانه های گویا پند و اندرز بودن، ترانه های نصیحتی بودن. بله. با همون صدای مرغوله‌دار که میخوندن گویا هم ما رو تربیت میکردن، هم کم کم سیاست هم میکردن که انا این راه درست است، انا این راه رو انتخاب میباید کرد. و چون از یک ترانه هایشون یاد آوردید، ترانه مادر، واقعا هم در زیر همون ترانه من گمان میکنم که هر یکی ما سیمای مادر خودمون رو میبینیم. بیاید همون ترانه رو میخونیم.
آمدم به کوی تو ای قبله امید ای مادره که ساحتی جانم فدای تو باز آمدم که بوسه زنم بر مسار تو ای مادره که جان دلی من فدای تو جان مادرم مادرم آه مادرم مادرم جان مادرم مادرم آه مادرم مادرم جان مادرم مادرم آه مادرم مادرم باز آمدم که شکوه کنم از غمی فراق از بانگی ناله روحی تو را با خبر کنم مادر غمی تو هم نفسم شد به جای تو با این غمی بزرگ چی خاک بسر کنم مادر غمی تو هم نفسم شد به جای تو با این غمی بزرگ چی خاک بسر کنم جان مادرم مادرم آه مادرم مادرم جان مادرم مادرم آه مادرم مادرم جان مادرم مادرم ای مادرم مادرم غمخوان است سینه من در فراق تو آن کس کی هست از غمی من با خبر خداست غمخوان است سینه من در فراق تو آن کس کی هست از غمی من با خبر خداست آگاه نبودم از غمی به مادری ولی مرگت پیام داد که به مادری بلا
آگاه نبودم از غمی به مادری ولی مرگت پیام داد کی به مادری ولی جان مادرم مادرم آه مادرم مادرم جان مادرم ای مادرم آه مادرم مادرم جان مادرم مادرم جان مادرم مادرم تشکر زیاد ارکین. واقعا هم هنگامی که از مادر میگویم یک کمی احساسی میشویم. گویا که ظفر ناظم حرف دلی ما را گفت، از مادری ما گفت، از نبودن مادری ما گفت و هرچند که کوشش میکنیم نبودن مادر با قانونهای طبیعت، حیات، زندگی مراسا کردن نتوانستیم که مادر همیشه بماند. و تشکر برای همان هنرمندانی که در همین لحظه ها یک کمی قلب های ما را آلایش میدهد، یک کمی آرامش برای ما میبخشد و تشکر میگویم به ظفر ناظم که برای مادر ما سرید و با همین صمیمیت، با همین احساسات بلند میخواهیم برنامه امروزه را جمع بست کنیم. در انتها میخواهیم که دوستان عزتمند همراه با شما یک کمی اطراف مادران اندیشه کنیم، اطراف مادرانی که در برمون نیستن، اطراف همون شخصیت هایی که مادر سرا بودن، مادر رو خیلی زیبا وصف کردن، قدر مادر رو دونستن. دوستان عزتمند، این برنامه خاطره ها بود و امروز در مهمانی ما قرار داشتن ارکین اودینایف، بازخوانی مؤسسه دعوتی گروه ایجادی و کنسرتی و اهل نوازندگان که برای ما واقعا هم موسیقی های زیبا را اجرا کردن. تشکر میگویم برای شما. تشکر از اشتراکتان در همین برنامه. خوش آمدید.